ملت بهانه دومی است که طالب می جنگ امروز به نام ملت. کدام ملت؟ ملتی که میکشیش، ملتی که تباهش کردی، ملتی که در هر خانه تو 10 دانه یتیم و بیوه را اعلا کردی. با کدامین ملت؟ ملتی که به خاطر ما آوردی محترمه ما استفاده کردی، خداوند ما را نگاه کرد. اما تو زدی حداقل 100 دانه دکانه، 100 روزی آورنده را نانش قطع کردی. ما و جمعی همسنگرای ما میدانیم چرا مبارزه میکنیم، ما میفهمیم چرا میجنگیم. وقتی میفهمیم که چرا مبارزه میکنیم، پس از همین خاطر خود ما در صف اول استاد میشیم. به خاطر مبارزه خود ما استاد میشیم. سربازایی که جوری ما رفته بودن، مردم قیصر را پرسان بکنیم، قماندان صاحب امنیه و دیگه دوستایی که شاهد بودن در جنگ اندخوی پرسان بکنیم. خون ما از خون هیچ سرباز قیمتش بلندتر نیست. اولاد غریب با مراتب با مشکل و چالش و جنجال بزرگ میشه نسبت به یک اولاد سرمایه دار. غریب نیم لقمه نان خود به فرزندش میده، اما سرمایه دار خبر نمی باشه که بچهش از کجا چطور برش نان میرسه، چون امکانات فراهم میشده باشه. وقتی گفتم میفهمیم چرا میجنگیم، خوب طالب هم امروز دعا میکنه که او میجنگه به خاطر بقا، به خاطر یک تغییر. چه تغییری؟ مثلا 3 گپ همیشه بانه میکنن: دین، ملت و حکومت، یعنی قدرت. دین، به نام دینی می جنگی که میگه اگر مؤمن را عمدن بکشی فقط جزای جهنم است. و تو به نام دینی می جنگی که حرف اولش بخوان بود. نگفته بود جهاد بکنید، گفت بخوان. برای پیامبر اسلام اولین هدایت دینی و فرمان الهی اقرا بود. به نام دینی می جنگی که 13 سال آیت جهاد نامده. به همین دین، به نام دینی می جنگی که 13 سال برای پیامبرش آیت جهاد نامده، تو سر طفل 13 ساله می جنگی. به همین دین کوتاه میگیم ملت بهانه دومی است که طالب می جنگ امروز به نام ملت. کدام ملت؟ ملتی که میکشیش، ملتی که تباهش کردی، ملتی که در هر خانه تو 10 دانه یتیم و بیوه را اعلا کردی. با کدامین ملت؟ ملتی که به خاطر ما آوردی محترمه ما استفاده کردی، خداوند ما را نگاه کرد. اما تو زدی حداقل 100 دانه دکانه، 100 روزی آورنده را نانش قطع کردی. ما خود لباس خود پوشیدیم، ما خود آماده هستم، رفتیم در خط مقدم هم که استاد میشم و میگم ما مردانه جنگ میکنم، ما مردانه جنگ میکنم. تو چی میکنی؟ ملت، همین ملتی که کلش آواره کردی، ملتی که نانش گرفتی، ملتی که ناناورش کشتی، همین ملت. سومش حکومت، این آخرین قدرت گرفتن قدرت و حکومت کردن. در کجا حکومت میکنی؟ مگر تعمیرای دولتی که بیت المال است تو گرفتی به خاطر حکومت کردن نگاش کردی؟ تو خود درش دادی. خیلی کجا حکومت میکنی؟ حکومت چوپانی میکنی؟ تو خود سرکا که مسیر رفت و آمد مردم است به نام کافر شدن قلبش میکنی. خیلی چی تو حکومت میکنی؟ من خودم میفهمم در چی حکومت میکنم.
پلهایی که مردم میره امو ملت را که تو میگی ما به خاطر تو میجنگم رایش قطع کردی، مسیرش قطع کردی. تمامی تاسیسات دولتی را شما آمدین از بین بردین. مردم جای برای تداوی نداره، مسیر برای رفت و آمدش خراب کردی، نانآورش گرفتی، به نام دین کشتیش. ما میفهمم، ما و همسنگرای ما میفهمیم چرا با طالب میجنگیم و میجنگم تا روزی که خداوند برم توان نصیب کرده، تا روزی که حیات دارم کنار همسنگرای خود استاد میشم، سپر ملت خود میشم، مدافع حکومت خود میشم، میجنگم. ما به فرمان همون دین میجنگم که اینا بهانه میکنن و دین ترور ساختن. ما ثابت میکنم که من مسلمان هستم، تو هم اگه ادعا میکنی که مسلمان هستی، پس ما به نام همون دین، به فرمان همون دین سر تو را میزنم، تو خوارج هستی. همون دینی که محبت، همون دینی که ببینین حکمتای دینی وقتی که داخل میری با جای میرسی که اصلا تو نمیفهمی خداوند چقدر است بخششش. میگه در مقابل برادر مسلمان لبخند بزن 10 اجر برات میتون. این همون دینی است که به نام همون دین یا برادر مسلمان خدا با مرمی میزنن. ما بی سواد نیستیم. اگر دیگران میفهمن، منظورم از طالباست و کسایی که اونا را کمانده میکنه برای جهاد و برای جنگ، ما یک سرباز هستم. ما حاضر هستم، چون علوام خوب مشابه جور کردیم با رئیس علمای طالبات افاریاب، ما به عنوان یک سربازی که فکر میکنن کافر هستم و بی سواد، ما در محضر کل ملت استاد میشم. ما هم حرف از دین میزنم، او هم حرف از دین بزنه، دیگه علمای استاد شوند. اگر ما پیش رئیس علمای طالبا کم آوردم، خون ما بخشیده، مرا اعدام کنید. من نه نو مسلمان هستم، نه نفهم آمدیم وارد از این نظام شدیم به خاطر مقابله و مبارزه. از شما ملت فاریابم میخوایم که لطفاً بیایید این دریشیایی که رنگ‌های مختلف داخل رنگ‌های مختلف، یعنی ملت با هم بسته و منسجم، کنار ما استاد شویم. اگر امروز ما تنها تانستیم قیصر را از سقوط نجات بدیم، شما بیشتر شوین کنار ما استاد شوین، ما مکمل قیصر را از لوس پلید از اینا خلاص میکنیم. توان ندارن، تبلیغ میکنن، آخرین قدرتشان یک متربم بود. همون خداوندی که امر کرده برو به خاطر حفاظت بنده های ما، همون خداوندی که لازم دیده و خدا والی صاحب گاهی عشق بریزم، خداوند چطور ما را انتخاب کرد که به خاطر خادم بودن و بنده هایش ما را انتخاب کرد. خدا چی دیده بود در وجود ما که به خاطر دفاع از دینش ما را لازم دیدی لباس ابو پوشیم بیاییم استاد شیم. خداوند در مورد ما چقدر شفقت کرد که گفت تو برو پیره کو، چشمت به خاطر پیره داری نمیسوزانم در دوزخ. مگر میشه به خاطر همین دین، به فرمان الهی، به خاطر حفاظت از ملت و نوامیس ملی و تمامیت ارضی بالا به خندان جان نداد؟ مگر میشه همین ملتی که گاهی با چشم میبینن، گاهی حضوری، گاهی پای پست فیسبوکی ما می نویسن قهرمان. قهرمانی لقب نیست که نه با جایگاه نه با ثروت. هیچ گاهی کسی نتونست که قهرمانی را با جایگاه حکومتی یا با سرمایه به دست بیاره. قهرمان هیچ گاه حکومت ها انتخاب نمیکنن، قهرمان توده های ملت انتخاب میکنن. همین ملتی که برای ما و برای همسنگرایم نوشته میکنه قهرمان،
اگر میشه به خاطر حفاظت از اونا پای عقب کشید. میشه گفت به خاطری که تو آسیب نبینی خدا قربانی میکنم. میشه ایره قبول نکرد. توان ما همیز و شما باور بکنین که توان خداوند نصیب ما کرده. اگر ما خانه ما برم شاید 13 ساعت استراحت کنم، اما وقت در وظیفه هستم 2 ساعت یا 3 ساعت یا 1 ساعت. بیاین کنار ما استاد شوید. بیاین به خاطر حفاظت از تمامیت ارضی نوامیس ملی با فرمان الهی جایی که جان بیتی شهید صدایت میکنن اگر زنده بانی قهرمان. این مقام بسیار کم پیدا میشه. اگر عمر ما میگذره هیچ کس توان استاد کردن عمر نداره که گذر زمان توقف بده. چی خوب است در مسیری سپری بکنی که مردن حق است و حتمی، اما پس از مردن نام تو یاد شود، کارنامه های یاد شود، در نبودت یاد شود. خداوند لازم ببینه که در خط مقدم جبهه به خاطر دفاع از بندگان مظلومش، به خاطر نجات مادری که از صدای توپ و راکت و وحشت حضور از اینا آرامش نداره. ما اولین روزی که دیگر روز بود وارد شهر قیصر شدیم، شما باور بکنین به شهر ارواح بود دیگه، هیچ چیزی در اون شهر نبود جناب والی صاحب. اما خدای ما شکر میکنم که با رفتن نیروهای امنیتی و دفاعی ما عکسش برای والی صاحب روان کردم، گفتم بیبی ما رحمت هستیم برای مردم قیصر و طالب وحشت است برای مردم قیصر. نه تنها برای قیصر بلکه در تمام جایا. در دیگه دنیا وقتی یک مرد مسلح یا نظامی در یک موقعیت باشه، مردم میگه اینجا کدام خطر است. وقتی در افغانستان در مسیرتان شما سربازی را میبینید که با تفنگ استاد است، با آرامش خاطر میرین، میگی که است حتما آرامش است، چون آرامش او محیطه با نارامی بدن خود به دست آورد. ممنونتان که قدردانی میکنید. این وظیفه ماست، مکلفیت ماست، تکلیف داریم که این زحمت بکشیم. اما این واژه هایی را که شما در قبال ما استفاده میکنید، همچون محافل و برنامه هایی را که میگیرین، شما باور بکنین به حد برای ما نیرو میتین که اگر بار دیگه قبلا هم وعده کرده بودیم، اگر بار دیگه سر قیصر حمله شود باز ما پیش میشیم و میریم و از این ملت خود تا زمان دفاع میکنیم که توان داریم، تا زمانی که خداوند لازم دیده.